بدفعل. حورهای جنتی چی می گفتند؟ لا تؤذی قاتلک الله. ای زن دنیایی، این شوهر آزار نته، خدا تو را هلاک کند. قاتلک الله، خدا تو را قتل کند. فانما هو عندك دخیل. یقین دان که این مردها در پیش شما موقت هستند، اینا در نزد شما مهمان هستند. یوشک ان یفارقک الینا. زود است که این شوهرهای شما نزد ما می آیند، زود است. این گویم یک ندای، یک فریاد از جانب حورهای جنتی نسبت همون زنهای می شود که در دنیا شوهرها را آزار می دهند. شوهرها از اونا ناراضی هستند، میگوید من از همین زن خود راضی نیستم. وقتی که راضی نباشد والله که تو را عبادت ها دیگر فایدت نمی کند. اگر شبان روزن عبادت داشته باشی، در برابر این اگر شوهر از تو راضی نباشد، حدیث ها و آیت های بیشمار دلیل های وجود دارد که عبادت ها در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. حبیب خدا میگوید آدم سجده کردن جایز نیست. ببین ما و شما سبحان ربی الاعلا گفته پیشانی ها ما خدا را سجده میکنیم، انا همین گونه سجده برای آدم جایز نیست. اگر پیش یک آدم کارمان افتاد، یا که گویم که در پیش یک آدم ما و شما یگان مسئله در متهم مانیم، در پیش پای او غلطیدگی آدم تعظیم کرد، این در نزد شریعت حرام است، این جایز نیست. لیکن حبیب خدا میگوید اگر آدم سجده کردن درست میشد، هر آینه امر میکردم اینکه زنها شوهرهاشون سجده کنند، زنها شوهرها را سجده کنند تعظیما لحقه، از حساب بزرگی که خدا این حق بالای شوهرها داده است. افسوس که اگر این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت زبیر نمیشوند، این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت ایوب نمیشوند که حضرت ایوب بعض روایات تا 14 و تا 16 سال بالای تخت سنگ خواب بود، رحمه عائلش خدمتش میکرد. ببین تا 14 تا 15 ساله حضرت ایوب بالای یک تخت سنگ، وجود حضرت همه درمند، رحمه او را خدمت میکرد. امروز من باوری دارم که از حساب بعض زنهایی که گویم که معرفت و خدا ترسی ندارند، شاید یک ماه طاقت نگاه و بین شوهرها نداشته باشند، یک ماه. حالا که باید این گویم که این زنهای جامعه ما و شما پیرو اینها شود تا که آخرت چون آباد شود. حضرت زبیر زنی داشت، اما شما شاید این قصه را شنیده باشین، به نام ام سلیم بود. ام سلیم مادر انس، بسیار زن دیندار بود، بسیار. وقتی که خبر موت شوهر ام سلیم را ابو طلحه شنید، ابو طلحه وقتی که شنید بسیار خرسند شد که شوهر ام سلیم از دنیا گذشت. به خاطر چی خرسند شد؟ به خاطر که ام سلیم بسیار زن آلفته و بسیار زن زیبا و بسیار زن دیندار بود. و ابو طلحه که یکی از مردهای خیلی با دولت بود، در حال گفت من الحال خواستگاری می روم و یقین می دانم که من دولت زیاد دارم، ام سلیم این پیشنهاد مرا رد نمی کند. لیکن وقتی که به خاندان ام سلیم در آمد و ام سلیم از او پرسید باعث چی خانه من مهمان شدی؟